اما در این میدان یه بازیکن بسیار جوان داشتیم، بازیکنی که در 19 سالگی از تیم بانک ملی به پرسپولیس پیوسته بود، بازیکن جوانی که در این مقطع 19 ساله بود. چند سال بعد به کشور ایتالیا رفت و در اونجا ماندگار شد. از سال 1358 که او به کشور ایتالیا رفته، هیچ کدوم از رسانه‌های ایرانی با او گفتگویی انجام ندادن به صورت رسمی. ما در رسانه طرفداری این افتخار رو داریم که برای اولین بار در 43 سال اخیر با مهندس مسیح مسیحنیا گفتگو کردیم. در بخش بعدی گفتگوی ما رو با مسیح مسیحنیا که دیروز ضبط شده خواهید دید و امیدوارم که از این گفتگو لذت ببرید. با درود فراوان به شما و بینندگان ارجمندتون. مسیح مسیحنیا هستم و 43 ساله که توی ایتالیا هستم. 44 سال در ایتالیا. من تقریبا 19 سالم بود. 19 سالم تموم شده بود. 19 سالم بود. من از تیم وقتی که بازی آسیایی تهران جوانان رو اول شدیم که من کاپیتانش بودم، پرسپولیس درخواست کرد از بانک ملی و از بانک ملی رفتم پرسپولیس و محمد دستشردی، داوود میرتوسی. منتها راه کردن تو تیم پرسپولیس خیلی مشکل بود، چون اینا بیشترشون بازیکنان شاهینی بودن که رفتن پیکان، از پیکان اومدن پرسپولیس، سالیان سال با هم بازی میکردن، مثل آقای هادی طاووسی، جعفر کاشانی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه و مهراب شاروخی، اصغر ادیبی، همایون بهزادی، آقای کلانی. اینا همه با هم بودن، رخنه کردن رفتن تو تیم، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. بعدها من اینجا ثابت از روز اول که رفتم پرسپولیس ثابت بازی می‌کردم جای آقای عزت الله وطنخواه و آقای بویوک می‌گفتم. من و جعفر کاشانی بک وسط بودیم، بک راستمون آشتیانی بود، بک چپ هم یا مهراب بود یا رضا وطنخواه. بله. اون روز بهتون گفتم که اصلا هیچ تیمی نمیتونست مقابل پرسپولیس بازی بکنه، چون تمام مسابقات رو ما بردیم یا مساوی کردیم، بدون باخت اول شدیم، بهترین خط دفاعی رو ما داشتیم، بهترین خط حمله هم باز ما داشتیم و اون روز استثنایی بود که ما تاج و 6 تا زدیم. بس خیلی بیشتر میشد، اما خب شانس آوردن همون 6 تا تموم شد و واقعا هیچ بودن تو زمین، هیچ کاری نمیتونستن بکنن، بین خودشون هم اختلاف بود تو زمین. اصلا فکرشو نمی‌کردن. این گل اولی که خوردن تو با دست رشیدی در رفت، آقای کلانی زد تو گل، یه خود وا دادن. بعد گل دوم که زده شد هافتیم اول هم ایرج سلیمانی، بعد هافتیم بعد دیگه گل سوم که خوردن دیگه هیچی، اصلا دیگه بحث بین خودشون بود و اصلا هیچ کی حرف به هیچ کی رو گوش نمی‌کرد، همش هم نگاه می‌کردن که بازی تموم میشه که برن بیرون و اگر هاجم پور 2-3 تا توپ میداد بیرون میشد همون درگیش هم میشد بازی رو برد. خلاصه خیلی میگم اون سال اصلا کسی نمیتونست مقابل ما. نبرد اهواز و 7-0 زدیم، راه آهن و 5-6 زدیم، بهترین خط حمله رو داشتیم. کسایی هم که روی نیمکت ذخیره بودن خیلی قوی بودن با اونایی که بازی کردن. یه تیم فوق العاده خیلی خیلی خوبی بود از نظر بدنسازی، از نظر نفس، اینا خیلی ما قوی تر از همه تیم‌های دیگه بودیم. یه تمرینایی داشتیم می‌رفتیم تو کوههای داوودیه، مثلا ما میتونستیم 2 تا بازی بذاریم. مثلا یه دفعه من یادمه یه دفعه یه بازی کردم، بازی آموزشگاه‌های تهران، آموزشگاه رو صبح بازی کردم، صبح رفتم دوش گرفتم، بعد از ظهر رفتم باز برای پرسپولیس بازی کردم. هیچ کی نمیدونست. 2 تا بازی راحت، خیلی راحت برام بود. مثلا
نفسمون خیلی خوب بود، خیلی فرم بدنی خیلی خوبی داشتیم هممون. خب این اتفاق میفته. هم تو تیم میلان توی میلان که قهرمان اروپا بود، بس از تیم همشهری خودش اینتر 6-7 باخت توی مسابقه. بعضی وقتا این اتفاقا میفته. کافیه 2 نفر 3 نفر تو فرم خوبی نباشن و به محض اینکه 1-2 تا بخورن همه دیگه شل میشن، دیگه هیچ